اگان فاتح برای وستروس یه قاتل بیرحم بود یا یه ناجی تمام عیار؟ اگه این قاره توسط اگان فتح نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ اصلا خود اگان کی بود؟ اینا سوالایی هستن که تو این ویدیو جوابشون میگیریم. سلام دوستان، من امیرم از تارانووا. لایک و ساب یادتون نره. بریم سر اصل مطلب. اگان فاتح یا اگان اژدها، فاتح هفت پادشاهی و مؤسس خاندان سلطنتی وستروس، فرزند والین و ولاریون و ایریون بود. اگان فرد جاه طلبی بود. اون رو به عنوان مرد قد بلندی با چهره با صلابت، موهای نقره‌ای و چشمان بنفش و شخصیت کاریزماتیک یاد میکنن. در طول جنگ فتح زره‌ای با صفحات مشکی میپوشید، همچنین شمشیری از فولاد والریایی به دست میگرفت و تاجی هم از همین جنس با تزئینات یاقوت سرخ مربعی به سر داشت. اگان فرد گوشه‌گیری بود و تنها دوستش برادر ناتنیش یعنی اوریس براتیون بود. اون در دراگونستون به دنیا اومد، غربی‌ترین قلمرو والریایی‌ها قبل نابودی. طبق رسوم با خواهرانش ویسینیا و رینیس ازدواج کرد، چون بر این باور بودن که خونشون باید خالص بمونه. حاصل این ازدواج از ویسینیا میگور بود و از رینیس اینیس اول. اینیس بعد مرگ اگان شاه شد، اما سلطنتش پر از شورش و بی‌ثباتی بود، چون شخصیت ضعیفی داشت و در هر بار شورش دست به کارهای غیرقابل جبران میزد. مردم و لردها از سلطنتش ناراضی بودند و دست آخر هم نتونست شورش ها رو کنترل کنه. اما میگور دقیقاً برعکس اینیس بود، خشن، بیرحم و یه رهبر نظامی. وقتی اینیس مرد، میگور با زور تاج و تخت رو گرفت و به خاطر ظلم‌هاش به میگور ظالم شناخته شد. از میگور و سلطنت اینیس هم یه ویدیو میسازیم که لینکش رو این بالا واسهتون میذاریم. بر اساس منابع وقتی اگان جوان بود، مردم ولانتیس ازش میخوان با اژدهایانش به باقی مونده شهرهای والریایی حمله کنند و حمایتش از ولانتیس رو اعلام کنند. اما اگان این پیشنهاد رو رد کرد. مدت‌ها بعد وقتی اگان میبینه ولانتیس به تایروش حمله کرده، به همراه بالریون، پادشاه سرزمین‌های طوفان و پنتوس به کمک تایروشیا میره و ولانتیس رو شکست میده. بعد جنگ با ولانتیس وقتی اگان به دراگونستون برگشت، تازه متوجه شد با قدرتی که به وسیله سپاه و اژدهایانش داره چیکار میتونه کنه. سر همینم با انگیزه‌ای که برای فتح وستروس پیدا کرد و با خوابی که دیده بود، تصمیم نهایی حمله وستروس رو گرفت. منابع تاریخی تارگریان از رویای اگان میگن، اما بیرون از دراگونستان کسی از این رویا خبر داشت؟ رویای اگان یکی از رازآلودترین و مهمترین عناصر پنهان در دنیای نغمه است. این رویا فقط یک خواب ساده نیست. اولا اینکه انگیزه اصلی فتح وستروس توسط اگان، به علاوه اون به شکل عمیقی با سرنوشت جان اسنو و جنگ با آدرها گره خورده. اگان برای فتح وستروس برنامه‌ریزی‌های زیادی انجام داد. یکی از ابزارهای مهم و کارآمدش هم پینت تیبل یا همون میزی با طراحی کل قاره وستروس بود. اونم بدون مرز و از جنس سنگ و چوب که به شکل سه‌بعدی با تمام جزئیات پستی و بلندی‌هاش طراحی شد. بعدها این میز رو در سریال هاوس آف دراگون و گیم آف ترونز می‌بینیم که وقتی استنس داشت با سرداووس صحبت می‌کرد، بهش میگه اگان یک روز مثل من همینجا ایستاده بود، به این میز نگاه می‌کرد. اگه اژدهایانش نبودن، ما امروز بهش میگفتیم اگان فاتح. اگان بعد از اینکه مقدمات جنگ رو آماده کرد، به همراه دو خواهرش ارتش رو در ساحل شرقی وستروس و نزدیک دهانه رود بلک واتر راش مستقر کرد، منطقه بین ریورلند و استورمزند، تا هیچ کدوم از پادشاهان اون منطقه نتونن ادعا کنن که به قلمروشون دست درازی شده. بلافاصله بعد از ورود، اگان دستور ساخت قلعه چوبی به اسم اگان فورت رو داد، همون تپه‌ای که بعدها محل شهر کینگز لندینگ شد. در همونجا پرچم اژدهای سه سر قرمز بر زمین سیاه رو برافراشت. بعد هم کلاغ‌هایی به سر تا سر وستروس فرستاد و توی نامه اعلام کرد که از این به بعد فقط یک پادشاه وجود داره. اگان نخستین با نام او محافظ هفت پادشاهی و سپر مردم، اما پادشاه‌ها هیچ کدوم حاضر به بیعت نشدند.
رینیس و وسینیا به ترتیب به روزبی و استوکورس فرستاده شدند تا وفاداری لردهای محلی رو جلب کنند. برای پادشاهان وستروس اگان نه یک منجی بلکه یک متجاوز والریایی بود که خیلی ناگهانی پا به ساحل گذاشته. اون واقعاً به خواب اعتقاد داشت یا این یه عذر موجه برای بزرگترین غارت تاریخ بود؟ اگان با ارتش تقریباً 3000 نفرش و 3 اژدهای ویگارد، مراکسس و بالریون به پیروزی‌های پشت سر هم دست پیدا کرد و 6 تا از 7 پادشاهی رو متحد کرد. اولین نبرد بزرگ اگان با هرن سیاه از قلعه تازه ساخت هرنهال بود. اگان به هرن پیشنهاد بیعت داده بود و از هرن جواب نشنیده بود. قلعه هرنهال رو با آتش وحشت سیاه یا همون بالریون نابود کرد و هرن سیاه و پسرانش رو سوزون. بعد از این اتفاق هم سرزمین‌های رودخانه‌ای و جزایر آهن دو قلمرو جدا شدن و اگان محافظت ریورلند رو به خاندان تالی سپرد. قلمرو جزایر آهنین هم گریجوی‌ها رو به عنوان شاه خودشون انتخاب کردن. با این حال اگان نتونست دون رو فتح کنه و مجبور شد حکومت مستقل اونا رو به رسمیت بشناسه. من بیشتر از این وارد این مسائل نمیشم که ویدیو طولانی نشه. اگه میخواین باب به باب داستان فتح رو بدونید تو کامنت ها حتما بنویسید. اگان در طی یه مانور سیاسی به مذهب هفت گرایش پیدا میکنه و با این کارش پشتیبانی اولتون و این فرقه رو به دست میاره. گرایش اگان به مذهب هفت یه تصمیم کلیدی و هوشمندانه بود که نقش مهمی توی تثبیت سلطنت تارگریان ها داشت. این انتخاب اگان نه تنها جنبه سیاسی داشت بلکه به نوعی تلاش برای مشروعیت بخشیدن به سلطه خاندان تارگریان بین مردم بود. بعد از جنگ اگان اقدامات سیاسی و نمادین رو به عمل آورد. به اولتون رفت و توسط سپتون‌های اعظم تاجگذاری شد. این تاجگذاری مذهبی باعث شد سلطنتش مشروعیت دینی هم پیدا بکنه. همچنین سال تاجگذاری اگان به عنوان سال اول تقویم وستروس ثبت شد. اقدام بعدی اگان ساخت تخت آهنین بود. اگان شمشیرهای دشمنان شکست خورده‌اش رو ذوب کرد و ازشون تخت زشت و بزرگی ساخت. این تخت جوری ساخته شده بود که پادشاهایی که روش میشینن راحت نباشن و همیشه زخمی باشن. نمونه از اون رو در سریال هاوس آف دراگون دیدیم که ویسریس اول دستش رو زخمی میکنه و همون زخم عفونت میکنه و انگشتاشو هم از دست میده. یا قبلها میگور ظالم به همین روش با تخت آهنین کشته میشه. سومین اقدام اگان انتخاب پایتخت جدید بود. به جای دراگونستون و اولتون اگان تصمیم گرفت پایتختش رو تو محل فرودش بنا کنه. شهر جدیدی به اسم کینگز لندینگ نقطه مرکزی و قابل دسترس کل وستروس و نماد آغاز یک سلطنت باشه. اگان طی یک اقدام خیلی مهم خاندان‌های زانو زده رو بخشید و خاندان‌های وفادارش رو به سمت‌های بالاتری ترفیع داد. مثل خاندان استارک که وقتی شاهشون زانو زد تخت سلطنتیشون به شکل محافظین شمال نگه داشته شد، یا تایرل ها که لرد منطقه ریچ شدن و تارلی ها که لردهای ریورلندز و براتیون ها هم نگهبان سرزمین‌های طوفان شدن. فاتح وستروس در ادامه سلطنتش یک گروه از شمشیرزنان و محافظان ماهر رو استخدام کرد. یک گروه 7 نفره به نیابت از خدایان 7 که به فرماندهی فرمانده گارد سلطنتی از شاه محافظت می‌کردند. درباره اینکه اولین اعضای این گروه کیا بودن اطلاعات زیادی در دسترس نیست، ولی خب حدس‌هایی زده میشه. سر اوزموند استرانگ از خاندان استرانگ، سر ادیسون هیل شوالیه حرامزاده ریچ، سر هامفری براکن از ریورلند، سر ریچارد رود از استورمزند، سر گریفت گود از خاندان گود، سر رابین دارکلین از دره و سر وریک موتون از کرافکال اولین اعضای محافظین سلطنتی بودند. بعد از محافظت از شاه حالا باید مقامی پایه‌گذاری میشد که در نبود شاه مملکت را اداره کنه. اگان مقام دست پادشاه رو رونمایی کرد. اولین دست هم اوریس براتیون بود که تا مرگ اگان هم در مقام دست خدمت کرد. اگان در سال 37 پس از فتح مرد و اطلاعاتی هم از نحوه مرگش در دسترس نیست.
خب دوستان دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودین. صاحب یادتون نره زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. فعلا